امروز 13 مای است و اخبار تازه را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام و نخست میبینیم که در برنامه امروز کدام موضوع داریم. بعد انتخاب پرزیدنت شهباز رجبزاده پس از جلسه 10 مای از خدمات گمرک رانده شده است و سرنوشت بعدی او روشن نیست. نرخ تغییر نیافت اما خدمات بدتر شد. کاربران در تاجیکستان از صورت پست اینترنت شکایت دارند. نه اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمیشد. وقتی در دیگر و مسنجرهای همه نویسی سبشن این باید 1 ساعت میره. به همش قولینی سرخ گناهگار ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هنگام تجلیل از پیروزی پیش پا خورد ولی زود از جای برخاست. شهباز رجبزاده دیگر در خدمات گمرک تاجیکستان فعالیت نمی‌کند. این منصبداری همکنون سابق را در آخر هفته گذشته پرزیدنت امامعلی رحمان زیر تنقید سخت قرار داد و طلب نمود که از وظیفه‌اش کنار رود. صبح امروز سروینوزی روح الله به نزد ترمینال رقمی 1 شهر دوشنبه رفت. خدمات گمرک تاجیکستان خبر داد که شهباز رجبزاده رئیس همکنون سابق ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 مای در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. مسئولین دفتر مطبوعات خدمات گمرک روز 13 مای در صحبت با رادیو آزادی گفتند شهباز رجبزاده از صف این مقامات دقیقاً پس از انتخاب پرزیدنت امامعلی رحمان رانده شد و حالا در این مقام کار نمی‌کند. روز 10 مای در ملاقات با نمایندگان ساحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شهباز رجبزاده کارمند بلندپایه خدمات گمرک را تحت استنطاق شدید قرار داد و جریان پرسجو از طریق تلویزیون دولتی از طریق تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. شهباز رجبزاده پسر مظفر رجبزاده سردکتر مرکز بیماری‌های دل در بیمارخانه قریه بالا است. خودی مظفر رجبزاده صبح 13 مای در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی حاضر نشد صحبت کند و تنها گفت که هر کس برای کار خودش پاسخ میگوید. در بین همگی 1 سال و 8 ماه شهباز رجبزاده که خودی پرزیدنت در این ملاقات تاکید کرد توانسته است با استفاده از منصب سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه صاحب نه فقط 3 خانه و چندین ماشین بلکه از رتبه لیتنانت عادی تا به رتبه پدپولکونیکی رسیده. همچنین با تاکید رئیس جمهور در 1 سال و 8 ماه 16 مرتبه به خارج کشور سفر کرده است. حالا آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفته است این است که شهباز رجبزاده جزا نگرفت و به خاطر جوان بودن از کار آسانک رانده شد. ضمناً امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جزئیات پرونده جنایی را افشا کرد که مقامات انتظامی سعی داشتند آشکار نشود. روز 10 مای هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نهادهای اقتصادی و مالی از پرونده شفاخانه استقلال مثال آورد و گفت با پولی که هنگام ساختمان مرکز دزدیدند 10 مکتب حاضر زمان ساختن ممکن بود. امامعلی رحمان که با خشم و عصبانیت در این باره صحبت میکرد گفت بعد تفتیش خرج ساختمان استقلال یکی از بزرگترین مرکزهای تشخیص و طبابت آژانس این باریزه با فساد معلوم کرده است که 10 میلیون سومانی به جیب افراد علاهیده رفته است. طول 2 هفته می شود ساکنان تاجیکستان از صورت ضعیف اینترنت شکایت می کنند. آنها میگویند چون این وضعیت بعد آن آغاز شد که رئیس جمهوری کشور قراری جنجال برانگیز بالا بردن نرخ اینترنت را بکار نمود. چون این گفتگوزارها نیز هست که دستنورس شدن صفحه‌های سر استفاده اینترنتی یک نوع قصص‌گیری مقامات از کاربران توجیه می باشد. چون چرا این موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نسته شیوریم که آن را مومن احمدی تقدیم می کند. ساکنان تاجیکستان با پیوسته محدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی عادت کردند. اما این بار و طول 1 ماه می شود دسترسی را به صفحه‌ها و برنامه‌های اینترنتی سر استفاده در تاجیکستان محدود کردند. بنابر سرعت پست اینترنت فیلتر شکن‌ها نیز در باز کردن صفحه‌ها ضعیفند. سرعت اینترنت واقعا هم پست است. مردم از این خسته می شوند. البته دسترسی را برای ما برقرار کردند اما به این صفحه ها وارد شدن تقریبا غیر امکان است. گفتند طریق VPN داخل شوید. VPN ترافیک را 2 برابر بیشتر صرف می کند اما نتیجه نیست. اینترنت به حد سوست است برای که اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمیشد.
وقتی در دیگر ویای مسنجرهای همه نفسی ثبت این بعد 1 ساعت میره. مشکلی اساسی این است که صفحه‌های تاجیکی با VPN هم باز نمی‌شوند. اینها اساساً وبسایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، وایبر و کانتاکت هستند که VPN هم کمک نمی‌کند. برخی از ساکنان تاجیکستان با وجود آمدن چنین وضعیت را یک نوع جزای مقامات برای ناراضگی از تلاش بلند برداشتن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان می‌دانند. چنین نظرها نیز موجودند که با این وسیله حکومت می‌خواهد برخورد ساکنان را به نداشتن اینترنت بسنجد. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می‌شود و احتمال دارد این محدودیت یک نوع تمرین پیشکی قبل از قطع سرتاسری اینترنت پیش از انتخابات باشد. طبیعی است که یگان نتیجه به دست آورده نمی شود، چون که ظاهرا با ستانیدن قصاص می خواهند یک نوع آرامش روانی به دست دارند و به کاربران نشان بدهند که در هر لحظه دلخواه بدون حتی داشتن قرار و دستوری رسمی دسترسی به صفحه های اینترنت را محدود نمایند. من این فرضیه را چندان به حقیقت نزدیک نمی شمارم، زیرا من یگان فایده را از این قصاصگیری نمی بینم. باید بگویم که محدودیت خیلی سخت بود. قبلا شاید امکان این گونه محدودیتی وسیع وجود نداشت. برای مثال خدمات گوگل کار نمیکرد، تا یک وقتی معین حتی برنامه جستجوی فعال نبود. برای همین از نگاه من به احتمال غالب اینجا گپ سری آزمایش امکانات نو می رود. در خدمات علاقه از شرح این موضوع خودداری میکنند، اما سرعت پست اینترنت را در استفاده زیادی فیلتر شکن ها می دانند. خود آنها صفحه ها را نمی بندند. این نتیجه حمله دائمی خکری به مرکز یگانه کموتاسیونی می باشد. طریق موری یگانه که تامین اینترنت به تمام کشور صورت می گیرد و به دولت تعلق دارد. کارشناسان می گویند به احتمال زیاد سامانه ها از طرف خود مقامات بسته می شوند و مرکز یگانه کموتاسیونی واقعا هم آسیب پذیر است. از نگاه برنامه‌سازان محدودیت پیوسته دسترسی به اینترنت و وجود مرکز یگانه نه تنها باعث از رشد بازماندن تکنولوژی‌ها می شود، بلکه مستقیما به صاحبان ابزارهای اینترنتی ضرر می رساند. تصور کنید تدریجاً مردم بنابر پست بودن سرعت اینترنت برنامه‌های دستگاه‌های خود و مثل ویندوز، آنتی ویروس و تلفن‌های هوشمند را نوسازی نمی‌کنند. ما با تدریج به دولت تبدیل می‌یابیم که فناوری‌های آلوده به ویروس دارد. در این اواخر یک مسئول بلندپایه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست دسترسی به وبسایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و خدمات گوگل را برقرار کند. هارلم دیزیر افزوده است بدون دسترسی به ممانعت به اینترنت آزادی بیان وجود ندارد. ناراحتی کاربران توجیک از صورت پس اینترنت در حالی است که در تاجیکستان می‌خواهند محتوای ویدیوهای بلاگران توجیک را در یوتیوب تحت نظارت بگیرند. اداره دولتی توجیکفیلم با عنوان ماموریت شبکه یوتیوب نامه نوشته درخواست کرده است که به موافقت با آنها ویدیوهای بلاگران توجیک را نشر نکنند. شبکه یوتیوب در تاجیکستان اداره خود را ندارد و ماموران توجیکفیلم به دفتر یوتیوب در قزاقستان و روسیه نامه نوشتند. همکارم عبدالله اشورов با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. چرا توجیکفیلم با یوتیوب نامه نوشته است؟ یعنی فعالیت بلاگران با ماموران این اداره پسند نیست؟ سلام شهلا. مسئولان توجیکفیلم میگویند ویدیوهایی که بلاگرها نشر میکنند از جهت کسبی خیلی پست است و گاهی از محتوای ویدیوهای برخی از بلاگرها شرمشان میآید. بر علاوه مسئولان توجیکفیلم تاکید دارند که موافق قانونگذاری کشور برای استحصال و نشر مواد اودیویزویالی یعنی ویدیو رولک ها تهیه‌گران باید اجازت نامه بگیرند، ولی بیش از همه محتوای ویدیوهای بلاگران در یوتیوب توجیکفیلم را نگران کرده است. محتوای اما چیو نباید ما بینیم خید بعضا شما خونه شرم میکنه خودت هم میدونه که چل از یوتیوب دیگر اسپولو که دولت همه بینه استراحت میکنه اما تماما کلخوز شده گرفتگی.
بنابر این مسئولان تاجیکفیلم با نوشتن نامه از یوتیوب خواستند بعضی از مواد بلاگرها را به اجازت آنها نشر نکنند. خب عبدالله، بلاگرهای توجیک در چه مورد بیشتر میگویند و ویدیو نشر میکنند که نگرانی توجیکفیلم را به بار آورده است و خود بلاگرها با این اقدام توجیکفیلم چی نظر دارند؟ شالا موضوعهایی که بلاگران تاجیک دست میزنند گوناگون است، از نرخ ماشین گرفته تا نرخ گوسفند و خانه‌های فروشی در تاجیکستان. اینچنین بلاگرهای نیز هستند که درباره طبیعت کشور برنامه آماده میکنند و نویدهای آخرین را از عالم شو بیزنس بررسی میکنند. جنجال‌های لفظی و بحثی بین بلاگرها بخش دیگری از کار آنهاست. در برابر این وقت‌های آخر ویدیوهای به مثل زن شوهردار را هنگام زنا قپیدند، کلین را با مرد بیگانه یافتند نیز در صفحه‌های ویدیو بلاگرها زیاد شده است که مقامات را بیشتر نگران کرده است. اما خود بلاگران میگویند آنها چیزی را ثبت و نشر میکنند که بیشتر به خود و مشتریانشان پسند است و البته آنها حاضر نیستند که قبل از نشر هر ویدیو را به ماموران تاجیکفیلم نشان بدهند. خب تشکر عبدالله برای صحبت. من یادآور میشوم که حالا در یوتیوب صدها جوان توجیک صفحه های خود را دارند و پیوسته در آنجا ویدیو نشر نموده بینندگان را بیس با ابونه شدن و به صفحه خود لایک گذاشتن تشویق میکنم. صفحه ای که در یوتیوب بیش از 1000 ابونه‌چی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای او را نکم از 4000 ساعت تماشا کردند امکان درآمد گرفتن را دارند. در حوزه پس و شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشا از 20 تا 50 سنت میداده است. و بینندگان عزیز یادآور میشوم رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات خبر را خواهیم پرسید. عبدوجبور یولدوشев رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوغد به حبس کوتاه مدت گرفته شده است. دادگاه نایب باباجان غفوروف در ماه دکبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یولدوشев به سوختار در منزل همسایه‌اش در جماعت یووا عیبدار می شود. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کاساسیونی موقوف گذاشته شده بود. اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یولدوشев را به محبس انداختند ولی از 1 تا 2 هفته دوام میکند. بعد او جزایش را در آزادی ادا میکند. فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید میگذرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز جمعه در شهر سوچی ولادیمیر پوتین در هیئت دسته منتخب ستاره‌های خاکی دسته منتخب به اصطلاح لیگ شبانه خاکی را مغلوب کرد. ولی توجه رسانه‌های جهانی را البته نه هنرنمای رئیس جمهوری روسیه بلکه تصادفی به خود جلب کرده است که در پایان این جشنواره ورزش به معلومات عبدالله اشورов همکاری ما در این باره نقل می‌کند. روز جمعه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک قوه آزمایی هاکی 8 دفعه به دروازه رقیبان گل زد ولی اثنای جشن پیروزی پیشپا خورده به زمین افتاد. پرزیدنت 66 ساله روسیه قالنچه سرخی روی یخ را ندیده به زمین زد ولی با کمک همدستگانش به پا خسته تجلیل غلبه را دوام داد. پوتین در مقام هجوم کننده مرکزی هنرنمایی کرد. او گل اول را در دقیقه دوم به هدف رساند. سالهای اخیر وضع ناگوار اقتصادی پشتیبانی از سیاست‌های پوتین را تا حد کاهش داده است و به قول شارحان رئیس جمهور روسیه سعی دارد از حساب شرکتش در هر گونه مسابقه ها و چاره‌بینی های جمعیتی محبوبیتش را در میان مردم بیشتر کند. 3 خواهر و برادر از تاجیکستان که برای دفن مادر به ناحیه سوخ ازبکستان رفته بودند در قرقیزستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر شدند. رانا بولتایوی 62 ساله از دوشنبه با خواهر 57 ساله و برادر 46 ساله‌اش به آن متهم می‌شوند که ضمن عبور مرز مقررات قانونی را رعایت نکردند. بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش‌های ویدیویی از این بیشتر و شما امکان دارد 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشید.